سلام، خوش آمدین دوستا. امروز براتون میخوایم که یک تنظیمات خیلی مهم واتساپ براتون بگویم که چطور ما میتونیم که وقتی کسی به ما پیام ارسال کنه و ما نمیخوایم یا در روی گوشی ما پیامش بیاید، یعنی پیش کسی هستیم دوست نداریم که کسی به ما پیام میده و روی گوشی ما بیاید. به خاطر ازی ما میریم سیتینگ. در سیتینگ ما میریم واتساپ پیدا میکنیم. خب گزینه واتساپ را کلیک میکنیم و در اینجا ما میایم در روی میتایلونگن روی از این گزینه ما کلیک میکنیم. به ما سی گزینه هستم که ما میخوایم هر سی گزینه را آف کنیم و بعد از این ما بک میزنیم. تمام. حالا هر کس به ما بخواه پیام بده در واتساپ تا ما داخل چت خود واتساپ نرویم به ما هیچ پیامی نمیاد در روی گوشی. تشکر دوستا، وقت خوش.